کامل ترین مراحل دیوانگی در گیلکی که منتظرش بودیم. خواهش کنم بعد از اینکه مراحل عرض بکنم به توضیحات بعد از پایان مراحل دقت بفرمایید عزیزان. ترب، کویی، گمج، دال، دول، دادول، پت، دالپت، خل، خلچل، خاخل، شپات، شپه، شامپت، شمیسکیتی، شخاص، شانته، شانتکس، شالکو، ادامه اینشو گفتن، شانکو، دالکو، چیچی خرنه، چیچی خل، مشنگ، چی مشنگ، چیچی مایخوم، تور دیوانه. عزیزان این نکته خیلی مهم. متاسفانه 7-8 مرحله که در کلیپ قبلی عرض بکدم عزیزان به جنبه فان و شوخی بگیفته، در حالی که ان گستره زبان گیلکی نشانده از این جهت که من تنیم برای یک نکته مسئله 28 جور واژه پیدا بکنیم. ان خیلی مهم نکته نباید سرسری بگیریم. ان ظرفیت زبانی گیلکی نشانده در زبان عربی برای شتر از لحظه نطفه بستنش تا مرگش 600 تا واژه برای زندگیش در نظر گرفته باشه و استفاده به. خب این چیز کمی نیست. ضمن اینکه ان توضیح بدم بعضی از این واژه‌ها در زبان‌های مختلف مشترکه و بالا پایین بودنش این کاتگوری بندیش خیلی مشخص نیست که آقا اول طرف کویی بعد گمجه، یا اول دالپت بعد خوله، یا خلچل بعد خوله، یا مثلا مشنگ بعد توره. عشان دقیق مشخص نیست. برای شما آرزوی سعادت دارم، در خدمت شما هستم.